اما متخصصای اقیانوسشناس تشویشند به خاطر آنکه یخهای چندین هزار سالی اتراکتیدا و آتیان یخبسته شمالی آب شده رفته ایستاده است. اما تشویشند به خاطر آنکه اگر اونها به این منوال آب شدن گیرند کره زمین زیر آب میموند، حیات در روی زمین تغییر مییابد. اگر خدا آفتاب همیشگی دارد، شب نمیارد، زمین از حرکت باز دارد، او یخها آب میشوند، زمین ما در زیر آب میموند که این یخهای هزار ساله را آب کرد ایستاده است، که شعاع آفتاب و گرمی آفتاب در اتراکتید زاید کرد ایستاده است. کی؟ آیا با چشم عبرت نگاه نمیکنی؟ آیا خالق این کره زمین آورنده این شب و روز نمیشناسی؟ از دیدن این نشانه های قدرت خدای خود شناسید. خدای خود